در این درس بیایید درباره انعکاس یاد بگیریم. بازتاب یک شیء نسبت به خط مستقیم L را انعکاس گویند. در اینجا خط L را محور تقارن گویند. یک قطع خط که دو نقطه متناظر مانند AA زبر، BB زبر و CC زبر را متصل می کند توسط محور تقارن نصف می شود. حالا بیایید ببینیم چگونه انعکاس را رسم کنیم. از هر رأس یک خط عمود به محور تقارن رسم کنید. سپس فاصله بین محور تقارن و رأس را اندازه‌گیری کنید و یک نقطه در سمت دیگر محور تقارن رسم کنید. نقاط در سمت دیگر محور تقارن انعکاس نقاط A، B و C را نشان می دهد. سپس با استفاده از خطکش نقاط را به هم وصل کنید. با انجام این کار ما موفق به ترسیم انعکاس شده ایم. حالا بیایید تمرین کنیم. دکمه توقف را فشار بدهید و سعی کنید این مسئله تمرینی را حل کنید. وقتی که تمام کردید دکمه ادامه را فشار دهید و آنچه را که درست انجام داده اید علامت گذاری کنید. حالا بیایید پاسخهای خود را بررسی کنیم. از هر رأس یک خط عمود به سمت محور تقارن کشیده می شود. سپس فاصله بین محور تقارن و رأس را اندازه‌گیری کنید و نقاط را در سمت دیگر محور تقارن رسم کنید. نقاط را به هم وصل کنید تا رسم انعکاس به پایان برسد. آیا توانستید به درستی جواب دهید؟ در نهایت بیایید آنچه را یاد گرفته ایم مرور کنیم. از هر رأس یک خط عمود به سمت محور تقارن رسم کنید. سپس فاصله بین محور تقارن و رأس را اندازه‌گیری کنید. نقاط را در سمت دیگر محور تقارن رسم کنید. نقاط را با هم وصل کنید تا رسم انعکاس تکمیل شود.